افشین قوامی هستم، راوی کتاب‌هایی که حاصل اندیشه‌ها، ادراکات و الهام‌های من از موضوعات خدا، انسان و زندگی است. پادکست‌های غلام قمر مجموعه‌ای حاوی فایل‌های صوتیه که دیدگاه‌های شخصی من رو با کسانی که هنوز پاسخی عملی برای چگونه زیستن خود پیدا نکردن به اشتراک می‌گذاره. کتاب انسان‌های کوتوله، قسمت اول، فقط 60 دقیقه. من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام من تو این کتاب سعی کردم یک هشداری بدم و یک فراخوان عمومی برای همه انسان‌ها داشته باشم. در اینجا قصد ندارم که در مورد افراد و اشخاص، عملکردها، سیاستگذاری‌ها و فرهنگسازی‌ها هیچ اظهار نظری بکنم. همینطور تصویب ندارم که عقاید و افکار و نظراتم رو به دیگران تحمیل کنم. فقط میخوام تلنگری بزنم برای اندیشیدن هر فرد در تنهایی خودش و فارغ از هر گونه عوامل تاثیرگذار بیرونی که به علت و هدف خلقت خودش فکر کنه. پس در نتیجه نه کسی رو میخوام قضاوت کنم، نه نقدی در مورد کسی دارم، نه میخوام به کسی حمله کنم و نه میخوام کسی رو متهم بکنم. حالا هر گروهی از هر ملیتی، از هر مذهبی یا هر اندیشه‌ای که باشد. فقط قصد دارم یک دادگاهی رو برگزار بکنم که در اون دادگاه هر کسی خودش رو محاکمه بکنه. اینجا قاضی و مظنون به اتهام خود شخصه و جزای فردم تو زندگی که تا حالا گذشته و دست رفته اینه که هیچ راه بازگشتی به گذشته برای اون دیگه وجود نداره. ولی این فرصت برای اون هستش که در یک دادگاه بتونه خودش رو ارزیابی صادقانه بکنه تا قبل از مرگ ناگریزش سمت و سوی خودش رو در این جهان پیدا بکنه. این فراخوانیه برای من و شما و همه ما تا خارج از نوبت و در اولین فرصت دادگاه خودمون رو تشکیل بدیم و به دادخواهی خویشتن خودمون بپردازیم. پس ای انسان‌ها، زنان و مردان، دختران و پسرانی که در این عصر از زمان زندگی می‌کنین، تک تک شما مخاطب اصلی من هستید. کاری که باید انجام بدید یک عمل فردی و شخصیه و هیچ هزینه‌ای رو هم به شما تحمیل نمی‌کنه. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که فقط مدت 60 دقیقه در فضای آرام و بدور از تمام مشغله‌های معمول زندگی، مشغله‌های خانوادگی، کاری، اقتصادی و در هر جایگاه اجتماعی که قرار دارین با خودتون خلوت کنین و برای 30 سوال جواب پیدا کنین. این یک آزمون فردیه
که هر انسانی که از شانس حیات برخوردار شده باید حداقل برای یک بار اون رو انجام بده. موضوع این آزمون در مورد اینه که بر هر فردی تا حالا چه گذشته و احتمال وقوع چه چیزهایی در آینده زندگی اون وجود داره. چیزهایی که برای شرکت در این امتحان نیاز هست در همه انسان‌ها موجوده و آنها عبارتند از ناخودآگاه که به صورت ژنتیک در جسم و روح هر فرد انسانی موجوده و همینطور خودآگاهی که هر فرد از زمان تولد خودش تا کنون به صورت تجربه در خودش ذخیره کرده تا برای ارزیابی اون چه بر اون گذشته به کار بگیره و در نهایت قدرت شبیه سازی آینده به کمک این دو عامل ناخودآگاه و خودآگاه توسط مغز برای تخمین اون چه که بر اون در آینده خواهد گذشت. کسانی که تجربه شرکت در امتحانات مدارس و کنکور دانشگاه‌ها رو دارن به خوبی میدونن که این جور آزمون‌ها برای گزینش سطح علمی و داشته‌ها و دانسته‌های ازبرشده‌ایه که تحت عنوان آموزش‌های علمی به افراد خورونده میشه بدون اینکه شخص در مورد صحت و درستی این مطالب خودش تحقیق کرده باشه و به اثبات قابل قبولی رسیده باشه. داوطلبان در این نوع آزمونا از اضطراب و نگرانی شدیدی عذاب میکشند و برای پیروزی در این رقابت‌های بیهوده آرامش رو از خودشون سلب میکنن. در نهایت اگر شکست بخورن به انسان‌های سرخورده و افسرده‌ای تبدیل میشن که هم از جانب خودشون و هم از سوی دیگران تحقیر میشن و اگر پیروز بشن هم بعد از گذر زمان متوجه میشن که چه کلاه گشادی بر سرشون گذاشته شده، چون نه تنها به قدرت و ثروت که هدف اینطور آزموناست نرسیدن، بلکه زندگی خودشون رو در مسیری هدر دادن که از زیبایی‌ها و هدف اصلی زندگی انسانی در طول مسیر هم غافل موندن. اما این بار میخوایم امتحانی متفاوت رو برگزار کنیم. آزمونی که با تأمل و تفکر به هر سوال لازم در ذهن به جستجو بپردازیم و پاسخی مناسب برای اون پیدا کنیم. پس با یافتن هر جواب یک به یک درهای آگاهی به روی ما باز خواهند شد. این آزمایش برای عبور از تاریکی به روشناییه، گذر از جهنم جهل به بهشت آگاهی، پرده برداشتن از دروغ و فریب و رسیدن به حقیقته، پایان دادن به امیدهای واهی و انداختن بار اشتباهات به دوش دیگرانه. دستاورد این امتحان هم این امکان رو به افراد میده تا به معتبرترین دانشگاه جهان وارد بشن، یعنی همون دانشگاه انسانیت، دانشگاهی که آماده پذیرش تمامی انسانها بدون هیچ گونه شرط سنی و بی‌نیاز از هر نوع پیش نیازی و به صورت رایگان رو داره. فارغ التحصیلای این دانشگاه انسانهای خودیافته‌ای هستند که قادرند تا جهانی حقیقی رو برای خودشون و انسانیت بسازند. همه ما در طول زندگیمون حداقل در یک آزمون شرکت کردیم. امتحان فقط مختص به مدرسه و دانشگاه نیست، بلکه تو تمام طول حیات انسان‌ها بارها و بارها در معرض آزمایش و امتحانات زیادی قرار می‌گیرند تا جایی که این اعتقاد در بسیاری از ما به وجود آمده که انسان‌ها برای گذراندن آزمون الهی به دنیا آمدند. در حالی که این آزمایش‌ها برای شخص ثالثی هیچ دستاوردی نداره
و تأثیر اون فقط و فقط برای خود ماست. ما آدما توی زندگیمون همیشه احساس میکنیم که نیاز به یک نیروی غیبی داریم که به اصطلاح برامون شانس بیاره و چراغ راه زندگیمون رو روشن بکنه. انتظار ما از این نیروی غیبی اینه که به ما بگه چطور زندگی کنیم، چطور به موفقیت برسیم، چطور میتونیم ثروتمند بشیم، چطور میتونیم خوشبختی رو به دست بیاریم. چون اینها رو ما هدفهای غایی زندگیمون میدونیم. اینطور به ما القا شده. برای همینم انسان‌ها دست به دامان خرافات و اعتقادات و علوم قدیم و جدید شدن تا شاید یه ندایی، یه الهامی، نشونه‌ای یا به عبارت بهتر یه تقلبی از جهان غیب و ناشناخته به اونها نازل بشه و زندگیشون رو از این رو به اون رو بکنه. این وسط یه سری طالبین و روحانی مذهبی و دانشمند و فلسفه و سیاستمدار و حتی رسانه‌های دارای قدرت و ثروت هم شروع کردن به ترسیم جهان برای ما و تبیین هدف از خلقت انسان و شرح وظایف انسان‌ها و به این ترتیب با در دست گرفتن چراغ جادوی افسانه‌ای ساخت خودشون شانس رو برای انسان‌ها به حالت گزینشی و در ازای فرمانبری و بردگی درآوردن. برای این منظور این فرصت طلبا شروع به فرهنگ سازی کردن، اینطور که برای کلمات مفاهیم خلق کردن. برای مثال همین کلمه طلایی شانس که اکثر ماها با حسرت از اون یاد میکنیم و تمام طول عمر زندگیمون منتظریم تا برای یک بارم که شده اون رو ملاقات کنیم، این خودش یک نوآوری و خلقتی انسانیه که میتونه از هیچ همه چیز رو به وجود بیاره. مثلا پول و بورس و کشور و مرزبندی و قانون و هر چیزی که به عنوان قرارداد اعتباری شناخته میشه اما هیچ اصل و ریشه‌ای در ذات جهان هستی ندارن. اینا از این دستن. قراردادهای توافقی انسانی که موجود شدن در هر لحظه‌ای توسط همین آدمایی که اینا رو به وجود آوردن میتونه دود بشه و به هوا بره. یعنی مفهوم کلمات از این گونه قراردادهای اعتباری و توافقی هستند که امروز باید در این معنا به کار برن. چرا؟ چون مفهوم دهنده ها اینطوری توافق کردن. اما فردا ممکنه وجود نداشته باشن. چرا؟ چون باز اینا اینطوری میخوان. حالا ببینیم اینا شانس رو چجوری برای ما تعریف کردن. کلمه شانس به مفهوم پدیده‌ای ویژه است که تنها در اختیار افراد خاصی باید قرار بگیره تا اون افراد پس از بهره‌مندی از شانس به هدف خلقت انسان که اینا هم نوعی قراردادهای اعتباری هستن، یعنی همون قدرت و ثروت و شهرت برسن که تبعات اون برای اون فرد موفقیت و خوشبختی در زندگی رو به ارمغان میاره. پس این فرد خوششانسه که به هدف زندگی که برای اون برنامه ریزی و خلق شده دست پیدا کرده و البته اون فردی برگزیده و لایقه که حقوق اولیه موجود در جهان هستی قبل از هر چیز و هر کسی فقط باید به اون تعلق بگیره. حالا من میخوام به کلمه شانس از دریچه دیگه نگاه کنم و به اون مفهوم ارزشمند بدم، چون معتقدم این کلمه ها نیستن که به ما ارزش میدن، بلکه این ما هستیم که به کلمات ارزش میبخشیم. شانس برای ما به معنی شرکت در این آزمون خصوصی 60 دقیقه‌ایه. چرا؟ این شانس گزینشی نیست. پس همه انسان ها اگر بخوان
میتونن از اون بهره‌مند بشن. دیگه لازم نیست روزها و ماهها و سالها در انتظار و حسرت گوش خودمون رو تیز کنیم تا صدای ضربه هایی که شانس به در خونمون میزنه رو بشنویم. بلکه این ما هستیم که اجازه ورود شانس رو به خونه و زندگی خودمون میدیم. این حقیقت رو باید بفهمیم که تمامی جهان هستی و هر اون چیزی که به اون معنا و مفهوم میده برای خدمت به انسان برنامه ریزی شده و وظیفه‌ای که انسان در قبال این نعمات و خدمات داره حسرت خوردن و انتظار کشیدن و امید به آینده داشتن نیست، بلکه تنها درک این حقیقته. وقتی انسان به این حقیقت ایمان بیاره، نه تنها این نعمات و خدمات رو نادیده و بی ارزش و دور از دسترسش نمیبینه، بلکه در عین اینکه خودش به حفاظت و استفاده صحیح و سپاسگزاری از اون خواهد پرداخت، خواسته ها و نیازهاش هم خودش خلق میکنه. پس بیاین به خودمون جرأت بدیم و پامون رو از چارچوب‌های کلیشه‌ای و استاندارد و خطوط قرمز قالب انسانی که تاکنون شناختیم بیرون بذاریم و خودمون خالق خیشتن خودمون بشیم. مبنای این تاب و شکنی این حقیقت وجودیه که انسان هم ذره‌ای از انبوه ذرات عالمیه که از یک منبع واحد منشعب شده. این حق تک تک ما انسان هاست که مفاهیم و تعبیرات خاص و منحصر به فرد برای خودمون داشته باشیم. مفاهیمی که از فطرت و طبیعت خالص و معصوم درونی خودمون ظهور کرده باشه. نگرانم نباشید، هیچ احتمالی در این وجود نداره که مفاهیم منحصر به فردی که هر فرد انسانی خودش به اون رسیده باعث تضاد و آشفتگی در نظام جامعه انسانی بشه. چون منبع و مخزن آگاهی همه ما انسان‌ها یکسان و واحده و مفاهیم خودیافته برخلاف اون چیزی که امروز ما به عنوان نظام و قوانین جهانی میشناسیم ساختگی و جهتدار و به نفع عده‌ای قلیل و به ضرر عده‌ای کثیر اصلاً نیستند. من در اینجا بنا دارم انسانها رو وادار کنم تا با بی اثر کردن اثرات مخرب خارجی به معصومیت فطری خودشون برگردن و با پی بردن به حقیقت ساختاری خیشتن خودشون بدون اینکه معصومیت خودشون رو در طول حیات از دست بدن، راه رشد و تکامل و تعالی رو اونطوری که ازشون انتظار میره و شایسته اونهاست و هدف خلقت نوع انسانه پیدا بکنن. این آزمون به این منظور طراحی شده که ارزش هر پاسخی که از جانب تک تک شرکت کنندگان به سوالات داده میشه رو بیان کنه. چون هر پاسخ خودش یک قطعه از پازلیه که طرز تفکر اجتماع انسانی رو تشکیل میده. پاسخهایی که از نهاد وجودی تک تک ما انسانها به این سوالات داده میشه خرد جمعی ما رو میسازه که مورد نیاز ما برای رفع نیازهای مشترکیه که در زندگی اشتراکی از اون استفاده میکنیم. اون چیزی که از درون ما در اثر تفکر و تعقل عمیق در خصوص هر سوال و ابهامی در مورد خودمون، زندگیمون و محیط پیرامونمون تراوش میکنه، به دلیل اینکه مثل اثرات مخرب خارجی قصد فریب دادن و منحرف کردن ما از حقیقت به سمت واقعیت‌های ساختگی رو نداره،
درست‌ترین چیزیه که هیچ کس دیگه‌ای جز خودمون نمیتونه به اون دست پیدا کنه و این همون راه راست و روشنیه که ما رو به حقیقت و سعادت هدایت میکنه. هر کسی ممکنه که سوالهای متفاوت دیگه‌ای غیر از اون چیزهایی که من در اینجا مطرح کردم در ذهن خودش داشته باشه. اما سعی من بر این بوده که با طرح یک سری سوالات رایج و هدفمند در نهایت به این سوالات کلیدی جواب بدم. اینه که ما به عنوان یک فرد انسانی دارای چه توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی هستیم. از داشته‌های خودمون چطور باید استفاده کنیم و مسیر زندگی رو چطور باید طی کنیم. پس سوال‌ها مطرح میشن و من با توضیحاتی پیرامون هدف سوال، نمونه جوابی که نظر شخصی منه و تجربه حاصل اندیشه ها، تأملات و تجربیات شخصی خود منه ارائه میدم تا اینطوری اولین زنگ رو من به صدا در بیارم. اما این فرصت رو هم برای شماها فراهم میکنم تا با پاسخهای خودتون زنگهای دیگر رو شما به صدا در بیارین تا نوای این سمفونی عظیم انسانیت با آهنگ خوش و امیدبخش خرد جمعی بقیه انسانهایی که در خواب موندن رو بیدار بکنه و اونها رو با ماها همسو و همجهت کنه و از طرف دیگه لرزه‌ای بر اندام کسانی بندازه که با هوشمندی پلید خودشون مانع خردمندی انسانیت شدن. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو.